سلام، من سید کوهزاده اسماعیلی هستم. اینجا وبلاگ اوخانه. امروز میخوام این کتاب رو معرفی بکنم: ایران و راه ابریشم، از ژئوپلیتیک راه تا دیپلماسی راه، تالیف دکتر آرش رئیسی نژاد، انتشارات دانشگاه تهران. این کتابی که من در اختیار دارم چاپ اول 1400. چند هفته پیش که نگاه کردم این کتاب به چاپ ششم هم رسیده. اما در مورد کتاب، پرسش مرکزی این کتاب بررسی جایگاه ایرانه در ابرطرح ابتکار کمربند و جاده یا راه ابریشم نوین که چین اونو حدود 10 سال پیش مطرح کرده و کم و بیش بر بعض جهات مشغول اجراه و بر اساس این طرح قرار هست کریدورها و مسیرهای مختلف زمینی، دریایی و حتی سایبری چین رو در واقع به جهان متصل بکنه. نویسنده به خوبی توضیح داده که اگرچه این طرح چینه و چین اون رو رهبری میکنه، اما یک نیاز در واقع تاریخی، یک نیاز اقتصادی و بدون مشارکت کشورهای مختلف در مناطق مختلف و مشارکت جهانی امکان پذیر نیست. اما این طرح تأثیرات بسیار جدی ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچورال داره و میتوانه ترتیبات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی اجتماعی رو تغییر بده. و الان مسئله اینجاست که جایگاه ایران در این طرح چیه؟ نویسنده یک فرض نظری داره و اون نظریه تنهایی استراتژیک تاریخی ایرانه که دکتر محی الدین مصباحی اون رو مطرح کرده و بر اساس این نظریه ایران بخواهد یا نخواهد به طور تاریخی به لحاظ استراتژیک تنهاست و تنها باقی خواهد ماند. یعنی امکان اتحاد با قدرت‌های بزرگ رو نداره و فهم این مسئله یک الزاماتی داره. در مورد این در واقع طرح در واقع راه ابریشم نوین، ایران میتونه از طریق مشارکت گسترده در این طرح بخشی از محدودیت هایی که این تنهایی استراتژیک بر ایران تحمیل کرده رو جبران بکنه. یعنی میتوانه در علاوه بر اینکه بهره اقتصادی فراوانی میبره، از طریق دالان‌های مختلف و کریدورهای مختلف و مسیرهای مختلف متصل بشه، بکنه خودش رو به اقتصاد جهانی، به کشورهای مختلف. میتوانه در حوزه‌های مختلفی که الان تنش‌های ژئوپلیتیک و امنیتی داره، مثل قفقاز، مثل خلیج فارس، مثل غرب آسیا، مثل آسیای میانه، مثل مرزهای شرقی، میتوانه اینها رو کنترل بکنه و میتوانه شاهد افزایش امنیتش، افزایش نفوذ سیاسی، فرهنگی و اجتماعیش بشه. و در این حال نویسنده هشدار میده چنانچه ایران نتوانه مشارکت معقولی در این طرح داشته باشه و از این دالان‌ها و مسیرها و کریدورهای ارتباطی حذف بشه. مثلا این دالان‌ها دور بزنن ایران رو، علاوه بر اینکه بهره اقتصادی خوبی نمیتونه ببره، به دلیل انزوا از ترتیبات امنیتی هم حذف میشه یا تضعیف میشه، نه تنها در حوزه جهانی و منطقی، یعنی حوزه های مختلف منطقه در ایران، حتی به لحاظ داخلی هم ممکنه با تنش های امنیتی مواجه بشه. کتاب یک تحقیق اصیله که توسط یک پژوهشگر ایرانی در سطح جهانی انجام شده. یعنی اینکه یه پژوهشگر ایرانی، یعنی روی زمین ایران وایستاده، با استفاده از ابزار و روش‌های تحقیق جهانی داره به مصالح عمومی و منافع ملی ایران نگاه میکنه. از این نظر یکی از تحقیق‌های واقعاً جدی در ایران و من توصیه میکنم به کسانی که به این حوزه علاقه دارن حتما این کتاب رو مطالعه بکنن. حالا این جنبه خوبشه، تعریفه، اما یک بخش غم انگیز هم داره، اینکه دکتر آرش رئیسی نژاد 2 سال پیش از دانشگاه تهران، یعنی دانشگاه مادر کشور، دانشگاهی که قرار بود دانشگاه ملی بشه،
به دلایل کاملا غیر علمی اخراج شده.